دیسیپلین یا خودانضباطی به توانایی انجام دادن یا حتی انجام ندادن کاری در یک زمان مشخص گفته میشه. خلاصه و مفید بگم، تصور کنین آنچنان قدرت و کنترلی روی خودتون دارین که میتونین در زمان مناسب و در مکان مناسب بهترین تصمیم‌ها و اقدامات رو انجام بدین. به دست آوردن چنین قدرتی اصلاً سخت نیست. سلام به تو دوست موفقم. به گرین ساکسس خوش اومدین. با کشف راز موفقیت، کلید موفقیت دست خودته. امروز در این ویدیو با 9 گونه دیسیپلین آشنا میشین که با یاد گرفتنشون بدون شک زندگی با کیفیتی رو تجربه خواهین کرد و کسی به گرد پاتون نمیرسه و مورد ششم کیف پولتون رو پر میکنه و در آخر ویدیو یه جمله خیلی زیبا براتون هدیه میکنم تا زندگیتون رو بسازه. اول، دیسیپلین در تفکر. مثبت و درست فکر کردن کار سختیه. وقتی که تلویزیون تماشا میکنین یا با کسی صحبت میکنین یا در شبکه‌های اجتماعی جستجو میکنین، قطعاً افکار شما تحت تاثیر قرار میگیره. در چنین دنیای شلوغی که انسان‌ها تحت بمباران فکری قرار دارن، چجوری میشه با دیسیپلین فکر کرد؟ اینجا به 3 تکنیک خوب اندیشیدن اشاره میکنم. 1. صرف زمانهای مناسب برای فکر کردن. باید برای فکر کردن وقت بذارین. تصمیمات سریع غلط از آب در میان. در عصبانیت هرگز تصمیم نگیرین. قراردادی امضا نکنین و کسی رو اخراج نکنین. خدا در قرآن می‌فرماید همه آنچه را که در کائنات به تسخیر اندیشه های تو درآوردم. 2. روی کاغذ فکر کنین. موقع مواجهه با چالش ها و مشکلات قلمتون رو بردارین و تمام جزئیات و شرایط اون رو بنویسین. تصمیمات درست و اراده قشنگ از مزایای روی کاغذ آوردنه. میدونین چرا؟ چون از اندیشه هایی که در ذهن تولید میشن بخشی علفهای هرز و آشغالهای ذهنیه و قسمتی خوب و مفید. با نوشتن شما علفهای هرز تفکرتون رو روی کاغذ نمیارین و به تبع اونا از دنیای درونتون حذف میشن. علیرغم الوهیت انسان، تفکرات مالی خلیایی و فضای وسواس و غفلت هم بازه. یکی از زیباترین کاربردهای دیسیپلین در دنیای شما اینه که وقتی اندیشه های نابجا و ندای درون غلط از ذهنتون میجوشه، به اون نبگین. اونقدر با سلاح دیسیپلین بر سر این افکار فریاد بزنین تا ندای شیطانی رو خاموش کرده و ندای الهی رو مسلط به خود کنین. 3. برای بهبود تفکر با کسی صحبت کنین. با کسی که به اون اعتماد دارین و میتونین جزئیات تفکرات خودتون رو با اون در میون بذارین و امین شما باشه، چون شما باید تمام اطلاعاتتون رو در اختیارش قرار بدین تا اون معادله هستی رو به درستی حل کنه. وقتی مورد هجوم فکرها قرار بگیرین، با اون حرف بزنین، چون اون چیزهایی رو میبینه که شما نمیبینین. به محض اینکه فکری مایوس کننده به ذهنتون اومد، بگین دیسیپلین. این یعنی من در این لحظه درست فکر نمی کنم. 2. دیسیپلین در هدف گذاری روزانه. هنر انسان در اینه که تک تک هدفاش رو به زیبایی خلق کنه و هدفها با دیسیپلین به گونه بهتری خلق میشن. یه تمرین زیبا اینه که 10 تا از هدفهای بسیار عالی خودتون رو انتخاب کنین و هر روز در صفحه جدیدی از دفترچتون اونو بنویسین. اونقدر این کار رو تکرار کنین تا 10 هدفتون رو حفظ بشین. هر بار نوشتن این هدفها بر عمق جان ضمیر ناخودآگاهتون و بر کائنات خدا اثر میذاره و اسرار الهی بر شما نمایان میشه. در واقع امواج الهی به کائنات خدا میرن و تا خلق هدفها ولوله‌ای به پا میکنن. هدفها نباید به تنهایی خلق بشن، بلکه شما باید تمام ملکوت اعلی و کائنات رو به خدمت بگیرین. دیسیپلین در هدف گذاری روزانه زندگی شما رو متحول میکنه. شما رو نسبت به آرمانهاتون هوشیار و متمرکز نگه میداره. این تمرکز آتیشی به پا میکنه. 3. دیسیپلین در مدیریت عمر و زندگی. اگر برای آینده و عمرتون برنامه‌ریزی نکنین، گویا برای شکست آینده برنامه‌ریزی کردین و اگه بدون برنامه‌ریزی کار کنین، فقط به تقاضای دیگران پاسخ داده‌این. اما با برنامه‌ریزی شما به زیبایی به کارهای خودتون خواهید پرداخت و انجام موفقیت آمیز هر یک از اونا موجب ترشح اندورفین و نشاط و سلامتیتون میشه. ممنونم از همراهیتون.
اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. 4. دیسیپلین در جسارت و شهامت. بزرگترین مانع موفقیت ترس از شکسته و ایمان مانع ترس میشه. مرتب با خودتون بگین چون خدا هست همه چیز هست، من در آغوش خدا زندگی میکنم، فرمان دست منه و هدایت از طرف خداست. چرا باید از چیزهایی که قرار نیست اتفاق بیفته بترسم؟ همیشه بگین من میتونم. کارهایی رو که ازشون میترسین رو انجام بدین. با ترس ها مواجه بشین تا قوی بشین. 5. دیسیپلین در سلامت کامل. قرار جسم شما 100 سال همراه روح الهی درونتون، تفکرات و تصمیماتتون باشه و شما رو به اهدافتون برسونه. برای 100 سال زندگی در سلامتی هر روز باید رژیم غذایی درستی داشته باشین، هر 6 ماه آزمایش بدین و دندوناتون رو چک کنین و مراقب جسمتون باشین. 6. دیسیپلین در پسنداز و سرمایه گذاری های مرتب در زندگی. بزرگترین ترس بشر ترس از فقره. پس استقلال مالی باید یکی از مهمترین هدفاتون باشه. هیچ چیز قسطی و نسیه نخرین. اگه پول کافی ندارین صبر کنین. خرید نسیه نمیذاره شما احساس قشنگی از خودتون داشته باشین و تو گشایش زندگی کنین. در ماه 1% از درآمدتون رو پسنداز کنین، حتی اگه درآمدتون خیلی کمه. پسنداز 1% از درآمدتون در حسابی مجزا اثر ماندگاری در ضمیر ناخودآگاهتون میذاره که شگفت‌انگیزه و از درون حس آزادی مالی رو در شما پیریزی میکنه. اگه درآمدتون بیشتر شد، پسندازتون رو به 2 یا 3% افزایش بدین. بهونه ها رو کنار بذارین و با دیسیپلین پسنداز کنین. هر چقدر هم کم باشه، برای شما در کل کائنات خدا اتفاق جدیدی خواهد افتاد. مطمئن باشین که پول خود به خود سرازیر میشه و تو زندگیتون جریان پیدا میکنه. پیشنهادات سرمایه گذاری را با دقت بررسی کنین و پولی رو که به سختی به دست آوردین رو به سادگی از کف ندین. 7. دیسیپلین در تلاش و کار سخت. کار و تلاش بیشتر دیسیپلینتون رو بالاتر میبره و شانس موفقیتتون رو بیشتر میکنه. ثروتمندان خود ساخته انسانهای پرتلاشی بودن. 8. دیسیپلین در یادگیری مستمر. اگه میخواهیم بیشتر به دست بیارین، باید بیشتر یاد بگیرین و بیشتر بدونین. علم‌ها و مهارت‌های جدید شما رو ثروتمند میکنه. در حوزه کاریتون مرتب مطلب بیاموزین تا ماهر بشین. 9. دیسیپلین در پشتکار و مقاومت. مقاومت نشونه اعتقاد و باور شما نسبت به خودتون و نسبت به کاری که انجام میدین. پس اگه به خودتون و کارتون ایمان داشته باشین، تا اتمام کار دست از تلاش بر نمیدارین. و اما جمله آخر که قولشو داده بودم، درد دیسیپلین از درد پشیمانی خیلی خیلی کمتره. سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران.